بیا این لحظه یک بازی رو بین هنرمندان تشکیل میکنیم در آن همین شب نشینی زیبا. بله بله. و اینک چون میبینیم که وقتی طلایی رسیده است و همه میخواد که اینش میگه یکم من برآمد میکنم و دیگرش میگه یکم من، و این عادت همیشه که هنرمندان است. وقتی که در یک شب نشینی ورود میشوی، وقتی که هنرمندان زیادن قریب با یکدیگر مناقشه میکنن، ایش میگه من یکم میخونم، دیگرش میگه من وقتم کم خیلی، و اینک معین میکنیم که کی در این صحنه زیبا باز برآمد میکند و خواهش میکنم در اونجا 3 پفک است بیارن. همون پفک رو به نظر ما بیارید. خواهش میکنم 3 دونه پفک بیارن. از جانب سراینده ها گل دختران 3 دختر رو به صحنه دعوت میکنیم و از جانب سران و شرط ما چنین است دخترکا، بیاری دستان، بیاری دستان، بین هر یکی شما ما پفک رو میگذاریم. یک دختر یک پسر. بله. پفک قدم اولی بیاری دستان پفک رو میکفاند. زوای خو پفک کسی اولی شده میکفد، آن همون در آن همین صحنه برآمد میکند. بیاری دستان فقط. تیار شدیم جفتا. نه بیاری دستا پفک رو هم خیلی میمونیم و کاری کرده شما باید آنها رو کفانه. بیاری دستان کنی او بینید قطعا هم چه برابر هستن ها. و گب نیست ها. این پرابلم شما رو نفهمیدید. با بوسه میکفونید، با دندان میکفونید، این پرابلم شما خواهش میکنم. 1 2 3 رفتیم خواهش میکنم. اوپا طوری من بله طوری من دیدم از شرافشون کمتر عادلانه تر بود و اینک طوری میبینیم شراف و مینا غالب اومدن در این شهر و اینک شراف و مینا برای شما میسراین.